در شهر جنوبی بیسلن روسیه دهمین سالگرد کشتار دستجمعی خوانندگان در مکتب با صدای زنگوله آغاز یافت. ماه سپتامبر سال 2004 جدایی خواهان چچن در این مکتب 1200 نفر را در دوام 3 روز به حیث گروگان نگاه داشتند. در عملیات رهایی گروگان‌ها که نیروهای دولتی روسیه را اندازی کردند، این بحران به طور فاجعه‌ای به انجام رسید که در نتیجه حداقل 334 نفر به هلاکت رسیدند. در پایتخت گرجستان شهر تبلیسی، جانبداران امریکا به راهپیمایی طرفداران اتحاد اوراسیایی زیر رهبری روسیه مانع گذاشتند. فعالان راهپیمایی مخالفان امریکا میبایست در نزد سفارت امریکا به پایان رسد. فعالان جانبدار از امریکا میگویند آنها میخواهند که کشورشان عضو پیمان ناتو باشد و کشور به مثل روسیه بالای گرجستان نفوذ نداشته باشد. 6 سال پیش روسیه با گرجستان یک جنگ کوتاه مدت پیاده کرده بود. در شهر اسلام آباد پاکستان مخالفین حکومت به ساکنان شهر دردسر زیاده ایجاد کردند. رفت آمد نقلیات از سبب تفتیش‌های امنیتی و مانعه‌ها در راه با دشواری مواجه است. همین گونه خوانندگان در سال نو تحصیل با مشکل زیاد مواجه شدند. اعتراضگران سر از 15 اوگوست در مرکز اسلام آباد اردوگاه تشکیل نموده تاکید میکنند که تا زمان استعفای نواز شریف میدان را ترک نخواهند کرد. با گفت اعتراضگران، نواز شریف سال گذشته در انتخابات به تقلب راه داده است. در قزاقستان 30 سازمان غیر دولتی از پرزیدنت نورسولطان نظربایف تقاضا کردند که وزیر اخیراً تعیین شده انرژتیک را از منصبش برکنار کند. این سازمان ها در نزد قرارگاه پرزیدنت نظربایف در آستانه جمع شده یک قوطی مخصوص را برای جمع کردن مکتوب ها به پرزیدنت در همان جا گذاشتند. فعالان این سازمان ها مخالف بنیاد نیروگاهی هسته‌ای در قلمرو قزاقستان می باشند که از جانب روسیه دستگیری شده است. آنها همچنین با اشاره به نگرانی های زیست محیطی مخالف پرتاب موشک‌های روسیه از پایگاه کیهانی بایکنورند. در جنوب قرقیزستان مراسمی با تنتنه افتتاح یک پل در دهه دوردست ولایت جلال آباد صورت گرفت که حیات تقریباً 150 عائله قرقیز را آسان‌تر می‌کند. این پل 10 متره یکی از چندین لایحه میباشد که از طرف مهاجرین کاری قرقیزی مقیم کشورهای خارجی سرمایه گذاری شده است.